اگه فکر میکنی فیلم عاشقانه فقط برای دیدن یه داستان قشنگ و یه پایان خوشه، این ویدیو قرار نظرتو عوض کنه. امروز قرار 5 تا فیلم عاشقانه رو بهت معرفی کنم که شاید اولشون با یه عشق قشنگ شروع بشه، ولی بعضیاشون کاری میکنن آخر فیلم چند دقیقه فقط به صحنه خیره بمونی. از یه عشق غیر منتظره گرفته تا عشقی که حتی زمان هم نمیتونه جلوشو بگیره. پس اگه دنبال یه فیلم عاشقانه خفن برای امشب میگردی، تا آخر ویدیو بمون، چون فیلم شماره 1 واقعا یه چیز دیگه. بریم سراغ شماره 5، Me Before You. داستان درباره یه دختر جوونی که برای مراقبت از یه مرد ثروتمند و البته کاملا متفاوت از خودش استخدام میشه. اوایل رابطهشون اصلا خوب پیش نمیره و حتی فکر میکنی این دوتا هیچ وقت نمیتونن با هم کنار بیان، ولی کم کم اتفاقی میفته که همه چیز رو تغییر میده. رابطهشون از یه آشنایی ساده تبدیل میشه به یه عشق واقعی، اما مشکل اینجاست که زندگی همیشه اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. اگه دنبال یه فیلم عاشقانه‌ای هستی که هم داستان قشنگ داشته باشه و هم احساساتتو درگیر کنه، این فیلم رو از دست نده. فقط یه هشدار، پایانش ممکنه حسابی دلتو بشکنه. فیلم شماره 4، حالا میرسیم به یکی از معروف‌ترین عاشقانه‌های تاریخ سینما، The Notebook. داستان درباره یک پسر و دختر جوونه که با وجود تفاوت‌های زیاد عاشق هم میشن، اما خانواده، فاصله و اتفاقات زندگی باعث میشن از هم جدا بشن. سالها میگذره، ولی بعضی عشقا ظاهرا قرار نیست به این راحتی تموم بشن. چیزی که این فیلم رو خاص میکنه اینه که فقط درباره عاشق شدن نیست، درباره اینه که وقتی واقعا کسی رو دوست داشته باشی، آیا میتونی با گذشت زمان فراموشش کنی؟ اگه فیلم های عاشقانه قدیمی و احساسی دوست داری، The Notebook یکی از اون فیلم هایی که حداقل یه بار باید ببینیش. شماره 3، یه فیلم عاشقانه است، ولی یه تفاوت خیلی جالب داره. About Time. داستان درباره پسریه که میفهمه یه توانایی عجیب داره، میتونه به گذشته برگرده. خب طبیعتا اولین کاری که میکنه چیه؟ میره سراغ عشق و تلاش میکنه بهترین رابطه ممکن رو بسازه، اما کم کم متوجه میشه که حتی با داشتن قدرت تغییر گذشته نمیتونه همه چیز رو کنترل کنی. فیلم فقط درباره عشق نیست، درباره زندگی، خانواده، لحظه هایی که قدرشون رو نمیدونیم و اینه که شاید بهترین لحظه های زندگی همین لحظه‌ای باشن که الان توش هستیم. اگه یه فیلم عاشقانه متفاوت میخوای که هم لبخندت بیاره و هم یکم به فکر فرو ببرتت، این یکی رو حتما ببین. و اما شماره 2، لالالند. دو نفر که هر دو یه رویا دارن، یکی میخواد موسیقی خودش رو بسازه و اون یکی میخواد بازیگر بزرگی بشه. وقتی همدیگر رو پیدا میکنن همه چیز فوق‌العاده به نظر میرسه. عشق، رویا، موسیقی، همه چی کنار هم قرار گرفته، ولی یه سوال مهم وسط داستان شکل میگیره. اگه مجبور بشی بین کسی که دوستش داری و رویایی که همیشه دنبالش بودی یکی رو انتخاب کنی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ یا عاشقانه معمولی نیست، فیلمیه درباره عشق‌هایی که شاید واقعی باشن ولی همیشه قرار نیست آخرشون اون چیزی باشه که انتظار داری و همین دقیقاً باعث میشه پایانش تا مدت‌ها توی ذهنت بمونه. اما چیزی که این فیلم رو خاص‌تر میکنه انتخاب سخت بین عشق و رویاست. گاهی دو نفر واقعا همدیگر رو دوست دارن، ولی مسیر زندگی باعث میشه نتونن تا آخر کنار هم بمونن و همین موضوع لالالند رو از یه عاشقانه معمولی جدا میکنه. و بالاخره رسیدیم به شماره 1، تایتانیک. فکر نمی کنم کسی باشه که اسم این فیلم را نشنیده باشه. داستان جک و روز از دو دنیای کاملا متفاوت شروع میشه، یکی فقیر، یکی ثروتمند، اما وقتی روی کشتی تایتانیک با هم آشنا میشن یه رابطه بینشون شکل میگیره که قرار برای همیشه موندگار بشه. چیزی که تایتانیک رو خاص میکنه فقط داستان عاشقانش نیست، اینه که عشق این دو نفر درست وسط یکی از بزرگترین فاجعه های تاریخ شکل میگیره. و وقتی پایان فیلم میرسه دیگه فقط یه فیلم عاشقانه ندیدی، یه داستان رو تجربه کردی که احتمالا مدت‌ها از ذهنت بیرون نمیره. اگه هنوز تایتانیک رو ندیدی واقعا نمیدونم منتظر چی هستی. ولی چیزی که این عشق رو فراموش نشدنی میکنه فقط رابطه جک و روز نیست، انتخاب‌ها و فداکاری‌هایی هست که وقتی همه چیز از کنترل خارج میشه خودشون رو نشون میدن. تایتانیک کاری میکنه که فقط شاهد عشق نباشی، واقعا با شخصیتاش احساسش کنی و شاید به همین دلیل که بعد از سالها هنوز این فیلم اینقدر ماندگاره.
خب اینم از 5 فیلم عاشقانه‌ای که میتونن هم دلتو گرم کنن هم یه جایی حسابی بشکننش. حالا تو بگو اگه قرار باشه فقط یکی از این 5 تا رو امشب ببینی کدوم انتخاب میکنی؟ اگه از این مدل معرفی فیلم خوشت میاد کانال رو دنبال کن، چون فیلم بعدی شاید دقیقا همون چیزی باشه که